سلام، خوش اومدید به چنل خودتون. من عطا هستم و در ادامه ویدیوهایی که داشتیم برای زبان 11 رکورد می‌کردیم رسیدیم به see also. و قبل از اینکه بریم سراغ شروع ویدیو ازتون میخوام که اگه از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید. اگه نظری، پیشنهادی، انتقادی داشتید حتما برام کامنت بذارید و چنل رو هم سابسکرایب کنید. و بدون فوت وقت بریم سراغ شروع ویدیو. همونطور که تو اسکرین خودتون میبینید see also numbers، عددها. بذارید ببینیم چه رنگی آخرین بار بودیم. اینها. A. Read the examples and see how numbers are used before nouns. یکی مثالا رو بخونیم و با هم دیگه ببینیم که عددها چجوری قبل از در واقع اسمها به کار میان و کلا قبل اسمها میان. nouns که اسمها بودن. این پایین تر numbers و nouns. اگه بخوایم بگیم یکی یا یه دونه، خب طبیعتا از a و one استفاده میکنیم. For example, a car or one car. قبول تا اینجا؟ این از این. بریدم پاک کنیم وسط. اگه اول اون نون یا اسم ما از حروف در واقع صدادار A, E, I, O و U در واقع شروع شده باشه، مثل اپل اینجا که با A شروع شده، چقدر بد خط کشیدم دورش، مثل اپل به جای ا که اپل که نمیشه گفت چون صداها قاطی میشه در کل، بخوایم اینطوری بگیم، میایم پس چیکارش میکنیم؟ میایم میگیم an apple. الان دیگه دوتا ا صداشون تو هم دیگه قاطی نمیشه و میشه تشخیصش داد. an apple و one apple. تا اینجا درست؟ این از این. حالا من اینا رو می نویسم، بعدش هم پاک میکنم چون شلوغ میشه. این دور و بر خلوت باشه بهتر. پایین تر برای تعدادهای بیشتر از یه دونه، خب میدونید 2, 3, 4, 13, 14, 15 و همه در واقع رقم‌های بالاتر اسم میگیره نون ما، اسم ما. این اس جمع هستش، اس پلوراله و به بیش از دوتا کلا همه نون‌های ما اسم میگیره، مگر اینکه در واقع اسم ما بیقاعده باشه. بیقاعده هم کلاس دهم خوندیم ما هم دیگه، درس اولش هم بود. مثل اینجا نگاه کنید، من که در واقع سینگیولرش هست، مفردش هست. من میشه پلورال یا جمعش که اس نمیگیره، منز نمیشه. یا مثلا باکسی که میدونید جمعش باکسز، اس نمیگیره، اینجا ای اس میگیره. اینا رو باید طبیعتا دهم یاد گرفته باشید. اگه یاد نگرفتید برگردید ویدیوهای دهم رو ببینید و یه دوره هم میشه براتون. برای بالاتر از 20 ها کلا 20، 21، 22، 23 خیلی راحته دیگه. اینا رو دیگه طبیعتا باید بلد باشید، دیگه نبودیدم که چی دیگه، متاسفم براتون. یه اسم میگیره یا ای اس میگیره باکسز، یا مثل child که مفرد بچه بودش، children بچه ها، که بازم میبینید اس نمیگیره، چایلز نمیشه. این هم از این چیز خاصی هم نداره دیگه، بقیه‌اش هم که خودتون میخونید. و نمیدونم مثلا چی اینا رو باید بگم، خیلی مسخره است. فکر نمی‌کنم کسی باشه که اینا رو ندونه. الان 100 برای در واقع رقم‌های بالاتر از 100، 100
اگه بیاد به معنای 100 هستش. 100 100 200 200 300 300. طبق معمول اسم ما آخرش اسم میگیره. languages for example 100 languages 200 languages 1000 languages و الی آخر. 1000 برای هزار به کار میره. 1000 1000 2000 2000 3000 3000 و الی آخر. دوباره بازم میبینید اس بیاد ته نون ها میدونیم که جمعه و باید بیاد. میلیون هم که به معنای میلیون هستش. 1 میلیون به معنای 1 میلیون. 2 میلیون 2 میلیون و همینطور الی آخر. و 1 بیلیون هم که دیگه به معنای میلیارد هستش. 1 بیلیون 1 میلیارد 2 بیلیون 2 میلیارد و الی آخر. بازم آخر نون های ما اسم میگیره چون جمع تعداد بیشتر از دوتا هست. قسمت B read the examples and see how numbers are used before adjectives plus nouns. میگه که مثالا رو بخونیم با هم دیگه ببینیم که عددها چجوری در واقع به کار میرن قبل از صفت به اضافه اسم. adjective plus noun. adjective که میدونید صفت بود. nouns هم که البته اینا همشون صفت ها و باید بگیم اسم ها هستش چون اس دارن جفتشون. خب میتونید ببینید این در واقع اولین ستون و ردیف ما هست. دومیش ادجکتیو هامونه. سومیش هم که اینجا نون هامونه. خب نامبرز رو نگاه کنید. اگه بخوایم استفاده کنیم a small car, a big car, a dirty clothes. یا مثلا بخوایم استفاده کنیم میتونیم از one هم استفاده کنیم. one small car, one dirty clothes, one tiny, for example, one tiny هرچی. حالا اون نیست کلا. پایین تر میایم نگاه کنیم. حالا اینجا نون ما رو در واقع با همون 5 تا حرف صدادار اومده مثال زده و خواسته شروع کنه. اپل آورده که باز اینجا اتفاقی نمیفته. اتفاق خیلی خاصی نمیفته. چرا؟ چون باید مثلا این ما ان نمیشه. ان رید اپل نمیشه. باید کلمه ای که ما میخوایم در واقع استفاده کنیم باید به کلمه بعدیش توجه کنیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگم من مثلا interesting مثلا interesting چی مثلا watch یه ساعت شگفت انگیز مثلا. اینجا چون حرف بعدی در واقع بعد ای که ما آوردیم در واقع حروف صدادار هست یعنی آی هستش اولش، پس اینجا باید من از ان استفاده کنم. ولی وقتی مثلا اینجا همین رد اپل هست من به اپل دیگه توجهی نمی کنم. هرچی میخواد باشه باشه. وقتی ادجکتیو یا حرف بعدی من اینجا از حروف صدادار نیست من قاعدتا نیازی نیست که از ان استفاده کنم و همین باقی میمونه. این هم از این. اینجا هم که مثال بعدی که من الان توضیح دادم بهتون این دوتا رو در واقع با هم دیگه توضیح دادم نسبت به اینجا و این قسمتش. دیگه چی؟ بیشتر از دوتا هم که طبق معمول ادجکتیو یا صفتی که قبل از اسم میاد رو بازم اینا هم که دهم خوندید دیگه ایشالله که ادجکتیو قبل نام میاد که از نشونه هاش همون درس اولشه برید دوباره چک کنید. برای تعداد بالاتر از دوتا هم که آخرش نونای ما اسم میگیره. تمام شده رفت.
نیایید اینجوری سر امتحان رو بنویسید 200 اس بدید، بعد نمیدونم 10,000 بیایید اس بدید بهش ها. $2,000 چند تا اس میخوای بدی؟ این در واقع ما میایم بگیم مثلا چه میدونم 100 دیگه، مثلا تو نمیای بگی که 100 ها، مثلا چه میدونم، نمیگی که. میدونی چی میگم؟ 200 اینا نگین بچه ها، ننویسید تو امتحان اینا. خود عدد و خود رقم اسم نمیگیره، اون اسمشه که اسم میگیره. ببینم چیکار میکنید دیگه. listening and speaking که speaking strategy, shopping, asking and answering about prices and numbers که داره قیمت میپرسه و اینکه چجوری باید قیمت بپرسیم. این هم چیز خیلی خاصی نداره، البته باید گوش بدین اینا رو خودتون میدونید، انجام میدید دیگه، به من ربطی نداره. pronunciation این قسمتش واقعا مهمه به نظرم. خب اصلا اینا رو بیخیال شیم، بیاین اینجا. برای pronunciation این دایره بزرگه رو میبینید و این دایره کوچیکه، دایره بزرگه، دایره کوچیکه. در واقع ما اول این اعدادی که وجود داره اینجا رو ما محکمتر تلفظ میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینطوری 20 20 30 40 50 60 70 80 90. ولی حالا مثلا برای اینکه قاطی نشه با مثلا میگم 20 با مثلا 30 رو بذارید مثال بزنم. 30 ما یه 30 داریم که معنی سی هستش. یه دونم 13 چجوری نوشته میشه؟ 13 داریم که معنای 13 هستش. اوکیه. 13 ما نیاز داریم که یه تفاوتی با 30 داشته باشه که تو لفظی که ما داریم میگیم بتونیم تشخیص بدیم که این 30 یا 13. برای این اومدن و قسمت از یعنی کلمه 30 رو اولش رو محکم تلفظ میکنن و 13 رو قسمت تینش رو که کامل مشخص بشه که آره آقا این 13 هستش. یعنی چی؟ 13 30 13 کاملا ملموسه. اینجا هم همین مثال رو زده، یا مثلا 80 or 18. میبینید آخرش تین ها محکم هستش برای 11 تا به قولی 19 تا. این قضیه صدق میکنه که آخرش در واقع ما باید محکم تلفظشون کنیم، استرانگ تر تلفظشون کنیم. نگاه کنید مشخصه کاملا. و همین چیز خاصی نمون دیگه.